آیا می دانید پیامبران از کدام کشورها هستند؟ از 1 الی 7 به خود نمره بده. حضرت آدم علیه السلام در کدام کشور فرستاده شد؟ در سریلانکا. حضرت عیسی علیه السلام از کدام کشور بود؟ از فلسطین. حضرت ادریس علیه السلام از کدام کشور بود؟ از عراق. حضرت نوح علیه السلام از کدام کشور بود؟ از عراق. موسی علیه السلام از کدام کشور بود؟ از مصر. ابراهیم علیه السلام از کدام کشور بود؟ از عراق. رسول الله صلی الله علیه و سلم از کدام کشور بودند؟ پاسخ این سوال رو شما کامنت کنید.